با درود خدمت دوستان عزیز. دوستان براتون فلزیابی آوردم که تا عمق 3 متر رو میزنه، حدود 200-300 متر هم براتون شعاع میزنه و بیشتر هم روی طلا و نقره حساسیت نشون میده. یعنی هرچی طلا و نقره اون منطقه‌ای که زندگی میکنی، اگر مالک این دستگاه باشی شما میتونی حفاری بکنی و به راحتی در بیاری و اگرم جواب نداد به هم برگردونی، من 2 برابر هزینه رو بهتون برمیگردونم. حرفایی که توی دنیای مجازی برای شما دوستان آشناست، حرفایی که همیشه شما رو داره تخریب میکنه، داره افکار شما تو استفاده میشه. دنیای مافیای گنج با این کارشناسنماها و این فلزیاب فروشا با جیب شما جیب خودشونو پر میکنن. یعنی تخریب جیب شما، پر کردن جیب این عزیزان هستش. عزیزانی که با افکار اهریمنی اومدن باعث زندگی افرادی شدن که ما بیشترین آمار رو توی مملکتمون برای زندانیا و برای دادگاه اول برای مواد مخدره، بعد برای کار حفاری هستش. رفتن رهن خونه‌شون رو دادن، نزول گرفتن، طلای زن و بچه‌شون رو فروختن، قرض گرفتن، زمین فروختن، بالاخره ماشین زیر پاشون رو فروختن که برن فلزیابی رو بخرن و بتونن بلکه باهاش یه کاری بکنن و که زندگیشون رو نجات بدن، غافل از اینکه به ناکجا آباد دارن میرن. دوستان این حرفه اونجوری نیست که شما فکر میکنید. علم میخواد، تجربه میخواد، تئوری و عملی باید وارد باشی به کار. سعی بکنید از افرادی کمک بگیرید که کننده کار باشن و در زمان تعطیلی به چشم تفریح بهش نگاه کنید، نه به چشم حرفه و شغل. نه اینکه پشت به خانواده و زندگی و همه عقبت بکنی که بتونی به جایی برسی. نه، خودتونم قشنگ میدونی تو 1000 نفر شاید 10 نفر موفق شده باشن و میدونی 10 نفرم یا شانسی بوده و یا نه حرفه‌ای رفتن جلو، با اصول و با روشش رفتن جلو. از امروز تمام قد کنارتون هستیم که موفقیت رو کسب بکنید.